کاش میتوانستم مرهمی باشم بر زخمهایت. با خود چه میکنی ابراهیم؟ زمین گیر شدم راحله، افلیت شدم. احساس پیرمردی رو دارم که پای بر لب گور داره. چرا کاری از دستم ساخته نیست؟ چرا ساکتم؟ شمشیر پسر مالکش در غلاف زنگ زده. چطور می شود مرید عاشق علی در شهری نفس بکشد که فرقش را شکافتند و سر پسرش را بر نیزه کردند و بر کوچه هایش چرخاندند؟ چه هوای مسمومی دارد کوفه. داغی ابراهیم، سرما میخوری. راحله تب کردم. برخیز، باید پاشویت کنم. برخیز. پاشوی تنم را خنک می کند. آتش جانم را چه می کنی؟